بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان صمیمی شبکه 3 سیما، علاقه‌مندان به ورزش فوتبال. از این لحظه با گزارش دیدار افتتاحیه لیگ برتر فوتبال ایران دوره 24 در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند هستیم. بازی که بین تیم‌های پرسپولیس تهران و ذوب‌آهن اصفهان برگزار میشه. قبل از هر چیز گرامی می‌داریم سالروز ورود آزادگان عزیز رو به میهن عزیزمون و سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت دوست و همکار خوبم. گل توی دروازه، یه ضربه سر پرتاب نادر محمدی و در همون دقایق ابتدایی به گل میرسه تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان. از اون گلایی بود که به نام خدا و گل میشه ثبت کرد در تاریخ لیگ برتر فوتبال و به هر شکل ذوب‌آهن روی پرتاب نادر محمدی و ضربه سری که پشت سر زده شده درون دروازه الکسی قندوز دروازه‌بان پرسپولیس قرار گرفت. مجید علیاری زننده گل ذوب‌آهن بود و بازی قطعاً جذابیت‌های خاص خودش رو هم پیدا خواهد کرد. هیجان صبح در ورزشگاه امام خمینی شهر عراق وجود داره و باید ببینیم ارتش سرخ آسیا، لقبی که هواداران پرسپولیس به این تیم دادن در برابر گاندوهای اصفهانی، چه نتیجه‌ای را خواهند گرفت. یه سلام دارم خدمت دوست و همکار خوبم محمد رضا احمدی در استودیوی فوتبال برتر در شبکه 3 سیما و کارشناس محتوای برنامه محسن خلیلی. اجازه میخوام بازیکنان دو تیم رو خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند اعلام کنم و به گزارش بازی بپردازم. الکسی قندوز، فرشاد فرجی، ریگی، کنعانی زادگان، رفیعی، علیپور، آل کثیر، احمدزاده امیری، ایوب العلمود و سعید صادقی 11 بازیکنی هستند که جان کارلوس گاریدو فرناندز سرمربی اسپانیایی پرسپولیس به مصاف شاگردان محمد ربیعی در تیم ذوب‌آهن اصفهان فرستاده. اما ذوب‌آهن با پارسا جعفری در درون دروازه، امیر حسین رنگرزجدی، سید محمد قریشی، رامتین سلیمانزاده، فردین یوسفی، مجید علیاری، کمال کامیابی نیا، محسن آذرباد، گریگور چابرادزه، فریبرز گرامی و امید لطیفی بازی میکنند. ناظر این مسابقه امیر داوودزاده است و ناظر داوری هم حسن